قیس جان به زمستان چیز گرفتیم؟ نه چیز نگرفتیم. یعنی به هدفم چوب زغال از این قبیل چیزا. هیچ چیز نگرفتیم. چه قلف جور میکنی؟ قلف جور میکنی. نامک چیست؟ قیس هستم. قیس جان چطور مگه میام یک تکنیک کار داره نه؟ هر کس جور کردن نمیتونه نه؟ خانه کجاست باز؟ دمی نزدیکا هست؟ خانه در چلستون است. خب روز چند دانه قلف جور میکنی؟ میشه دیگه روز 3-4 دانه میشه. چند میگیره 3-4 تا باز؟ دیگه نسبت دیگه با کار دیگه کم بود کارش کم پیسه است کم بود زیاد. در یک روز چند کار میکنی؟ در یک روز میشه دیگه 1-2 ساعت 2 ساعت. خب باز این مشکلات خانی تان حل میکنه؟ وضعیت اقتصادی تان چطور است؟ خوب است؟ نیست؟ خوب است. چند نفر است این فامیل؟ در فامیل 5 نفر. خودت تنها کار میکنی؟ در خانه ما کار میکنم. خب هوا هم خیلی سرد است. بچه چند صبح می؟ ما تا 12 بجه در مکتب می باشم بعد از 12 بجه جمعیم. قیس جان به زمستان چیز گرفتیم؟ نه چیز نگرفتیم. یعنی به هدفم چوب زغال از این قبیل چیزا. هیچ چیز نگرفتیم. خانه از خودتان است؟ نه کرایه است. خب بسیار خوب. اصلا چند مکتب هستی قیس؟ 6 مکتب. 6 مکتب. چندم نوره هستی؟ ما نوم هستم. نوم هستی. وضعیت اقتصادی بسیاری از کودکا خیلی خراب است. کارهای شاقه میکنه. وقتی که تو میبری در بیرون میبینی که یک تفلک دستایش یخ میزنه و کار میکنه و تو هم در این وضعیت هستی. چی آرزو میکنی؟ از خدا چی میخوایی؟ از خدا میخوایم که اونم کمک کنه کسایی که داره کلاگیره کمک کنه. که از این مرحله بیرون شد. دوستان عزیز کمپاین زمستانی قمر فراموش نکنین. ما کوشش میکنیم چون وضعیت بحرانی اقتصادی اکثریت خانواده ها دارن نیاز به شد دستگیری و کمک است. انشالله ما حتی البسه هایی که مازاد از استفاده شما استفاده نمیکنین جمع‌آوری میکنه قمر و به خانواده های مستحق انشالله میرسانه. شماره واتساپ و همچنان لینک ها روی صفحاتون مشاهده میکنین. مثل قیس عزیز ما بتانیم که خانوادهایی که حتی در حالت مشقت تر از زندگی میکنن در زمستان یک چیز بتانیم حداقل به اینا آماده بسازیم. السلام علیکم و رحمت الله.